تو ایران مدارس با آلودگی هوا تعطیل میشن، تو آمریکا با گوز. توی ایالت تگزاس آمریکا یه شاهپسر دبیرستانی چنان گوزیده که 3 روز کل مدرسه‌شون تعطیل شد. همکلاسیاش گفتن اول که صدای شلیکش اومد ما خندیدیم و گفتیم آدمیزاده دیگه، دستش در رفته. ولی چند دقیقه که گذشت کل کلاس رو بوی لاستیک سوخته و گوگرد برداشت و یکی از همکلاسیاشون بیهوش شد. We heard the big one, but then Johnny passed out and everybody had a hard time breathing. 6 نفر دیگه هم تا 3 روز تو بیمارستان بستری بودن. قضیه انقدر بودار بوده که آقای مدیر زنگ میزنه آتش نشانی بیار. کلاس رو سمزدایی کنن، ولی بنده خدا آتش نشانا هم حالشون بد میشه. با تیم نجات و امداد هماهنگ کن تا با لباس کامل ضد تشعشعات هسته‌ای وارد عمل بشن تا بفهمن مشکل چیه. این داداشمون هم میره داخل و با چشای اشک میاد بیرون و میگه مقدار زیادی گوگرد تو کلاس مونده. بیشتر که تحقیق میکنن میفهمن گلپسر گوزمون یه بیماری به اسم کرون داشته که شب قبلش هم سیر خورده بوده که نتیجه شده این باد معده شدید الانفجار. هممون یه رفیق گوزوی اینجوری داریم. این پست بفرست براش که